ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 15 فوریه سال 2024 از بازداشت دو جوان در نویه یووان با اتهام غارتگری خبر داد. بنا به گزارش نشر شده، کارمندان شعبه میلیسی جماعت حیات نو نویه یووان در اساس عریضه دو ساکن این نویه عاید به طریق زورآوری تصرف نمودن تلفن‌های موبیلیشان، دو ساکن جوان نویه یووان را با گمان جنایت غارتگری دستگیر کردند. این نفران میرزا رجب علی سال تولدش 2023 و رجب فرخ سال تولدش 1999 می باشند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسای ختلان گفت ضمن پرسش معین کرده شد که نام بردگان ماه ینور سال 2024 با مصلحت پیشکی هنگام در کوچه رجب جماعت شهر نویه یووان قرار داشتنشان در دو حالت با مقصد غارتگری به مرد 47 ساله و 50 ساله ساکنان نویه مذکور در افتاده با روی زورآوری تلفن‌های موبیلی تمغه ریدمی ارزشش 1500 سومونی، آیفون 6 ارزشش 1200 سومونی و تلفن موبیلی تمغه سامسونگ جی 5 را که ارزشش 600 سومونی را تشکیل میدهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. میلیسیا گفت رجب علی میرزای و فرخ رجبوف با این کردار جنایتکارانه‌شان به جبر دیدگان ضرر جدی رسانیدند. عین حال دستگیر شدگان در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان طبق مقررات ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. بر رجب علی میرزای و فرخ رجبوف بر اساس این بند قانون برای غارتگری از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند.